میخوام کلا نظرت راجع به دوستی و رابطه های دانشجویی میخوام ببینم که پایدارن به نظرت یا هیچ جوره پایدار نیست، از روی هوس و این داستانا. میخوام ببینم نظر چیه. ببین آخه دانشگاه ما که اصلا به جم تیوی معروفه. خیلی روابط پیچیده است. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. من دانشکسترام و امروز اومدیم بریم سراغ دانشجوهای عزیز و ازشون بپرسیم که توی این مدتی که دانشجو بودن آیا پیشنهاد دوستی و رابطه از جنس مخالف داشتن یا نه، و یا نظرشون کلا راجع به رابطه‌های دانشگاهی چیه. حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. بدون معطلی لیتس گو. سلام، خوبید؟ مرسی. سلام. اسم شما چیه؟ تینا. تینا خانم، شما ترم چندی؟ 3. خب ترم 3. میخوام ازتون بپرسم تو این 3 ترمی که بوده پسری بوده که بهتون توی دانشگاه پیشنهاد دوستی و رابطه بده؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. میخوام ببینم که خب من خودم که جای یه دختر که نمیتونم بزنم، میخوام ببینم که چه حسی داشتی وقتی بهتون پیشنهاد میدن. حس جالبی نبودن چون هیچ کدومشون تایپ من نبودن. از لحاظ تایپی این داستانا. میخوام کلا نظرت راجع به دوستی و رابطه های دانشجویی میخوام ببینم که پایدارن به نظرت یا هیچ جوره پایدار نیست، از روی هوس و این داستانا. میخوام ببینم نظر چیه. ببین آخه دانشگاه ما که اصلا به جم تیوی معروفه. خیلی روابط پیچیده است. بعد به نظر من تو دانشگاه ریل نذارید مگه ترمای آخر که دیگه بخواد جدی باشه، چون الان همش واسه یعنی میخوای بگی که ترمای آخر چون دیگه اون فرده به حساب بالغ میشه و این داستانا ممکنه که رابطه پایدارتر و اوکی تر باشه دیگه. درسته. و اینکه ترمای پایین خواهشاً ریل نذارید چون تا ترم بالا همه میشناسنتون که چی کارا کردی. آره دیگه، جواب رد بشنوید دیگه تا همون ترمای آخر. خیلی ممنون. یه لایک هم به دوربین ما میدید. دستتون در نکنه. سلام، خوبی؟ متشکرم. ممنون. اسم چیه؟ سنا. سنا خانم، ترم چندی؟ 4. خب ترم 4. میخوام ببینم که تو این 4 ترمی که گذروندید دانشجو بودید از طرف پسری پیشنهاد دوستی و رابطه داشتید؟ 100%. چقدر؟ زیاد کم؟ زیاد. فقط میخواستم ببینم که جوابتون چی بوده، یعنی بوده که برید تو رابطه باهاشون یا نه؟ نه. هیچ کدوم. خب دلیلتون هم میشه بدونم؟ خب هم ترم ما کلا چون از اولش هم ترم پایین شروع کردن اینجوری ارتباط گرفتن و اینا رو خیلی سنا کم بود و همه جوجه بچه بودن و یعنی میشه گفت که تقریبا موافق رابطه با تو دانشگاه هستید ولی ترمای بالا؟ نه خیلی هم موافق نیستم. کلا مخالفید. و نظرتون اینه که وقتی 2 نفر توی رابطه میرن میتونه رابطهشون پایدار باشه؟ ربطی داره به اینکه دانشجوان جفتشون یا نه؟ نه ربطی نداره، بستگی به خود آدم داره. یعنی هم ممکنه پایدار باشه هم نباشه. درسته؟ خیلی ممنون. یه لایک هم به دوربین ما میدید. سلام، خوبی؟ سلام، خوب هستین؟ شما خوب هستید؟ قربونت. اسم شما چیه؟ حسین هستم. متین. آقا حسین، اول از شما میپرسم اینکه ترم چندید اول؟ ما ترم 8یم. ترم 8. خب پس یه چند سالی رو خوب گذروندید. می‌خواستم ببینم که تو این 8 ترمی که گذروندین تا حالا شده به یه دختری پیشنهاد دوستی یا رابطه بدین؟ 100%. شما چی؟ بله شده. ترم چندی شما؟ من 6. شما 6، شما هم 8. می‌خوام ببینم که جواب مثبت گرفتید یا منفی یا چطوری بوده کلا؟ مثبت بوده. مثبت بود. الان باشید یا نه؟ بودم. الان 2 سال شما چی؟ من میخوام ببینم جوابتون چی بود، جوابش چی بوده بهتون؟ پیشنهاد دادم بعد یه مدت قبول کرد. اولش قبول نکرده ولی بعدش الان با همید؟ بله. خیلی هم عالی. پس نظر شما برخلاف دخترها اینه که رابطه توی دانشگاه ربطی به پایدار یا غیر پایدار بودن نبوده، یعنی مثلا میتونه که پایدار هم باشه. درسته؟ بله 100%. شما نظرتون چیه؟ حالا من قبلا فکر می‌کردم میتونه پایدار نباشه ولی الان نه، به نظرم میتونه. و اینم بهم بگی که به نظرتون به دولتی سراسری یا آزاد بودنش ربطی داره؟ چون یه سری میگن که رابطه‌های دانشگاه آزاد حالت جم تیوی میمونه و این داستانا. میخوام اینم نظر شما چیه، موافقید یا مخالف؟ طبیعتا کسایی که خب دولتی میرن واقعا درس خونده‌تر از کسایی که آزاد میان دیگه. دختراشون فرق دارن، طبیعتا خیلی فرق داره. و اینکه به نظر من که فرق میکنه. درسته. نظر شما؟ از اونجایی که من با چشم خودم دیدم کاملا موافقم. قشنگ جم تیوی. خیلی ممنون. یه لایک به دوربین ما میدید؟ دمتون گرم. مرسی. سلام، خوبی؟ سلام، ممنون. اسم چیه؟ آرینا. خب آرینا خانم، به من بگو که ترم چندی؟ ترم 1. ترم 1. خیلی خوب. میخوام ببینم که تو این ترم 1 که توی دانشگاه هستید تا حالا شده پسری بهتون پیشنهاد رابطه یا دوستی بده؟ نه. همین اول کاری نشده؟ خب طبیعی هم هست به خاطر اینکه ترم 1. میخوام که کلا نظرتون رو راجع به رابطه و دوستی توی دانشگاه بدونم، مخصوصا اینکه دانشگاه آزاد هست. درسته دیگه؟ بله. به من بگید که به نظرتون اینجور رابطه ها پایدارن یا اصلا نباید توشون رفت؟
بستگی داره که خب چقدر طرفو میشناسی، همین اول کاری باش دوست نشی، بدونی که هدفش چیه. اگه درست بود، اگه خب علایقتون به هم خورد، هدفاتون مشترک بود، به نظرم اوکی، مشکلی نداره. اگر که نه که نه. خب اینا که درسته، معیارای خوب و درستی، ولی از این لحاظ پرسیدم که چون شما ترم 1 هستید، خب طبیعتا ممکنه طرف ترم 1 باشه، هم کلاسی باشه و به خاطر این میپرسن که چون همدیگر نمیشه، حالا ترم بالایی بود احتمالاً آره درست بود. نظرتون راجع به این قضیه میخوام بدونم. نه به نظرم اصلا ترم 1 اوکی نیست، چون اصلا هیچ آشنایی با هم ندارین، شاید فقط به خاطر اینکه از یه جدی خارج شدی و دوباره یه جو جدیدی دیدی میخوای آشنا بشی، ولی به نظرم نه، پایدار نیستش. دقیقاً. خیلی ممنون از شما. یه لایک هم به دوربین ما میدید. خیلی ممنون.